در همین جهاد افغانستان، زمانی که افغانها برادران افغانمون و خواهرامون واقعا به خاطر خدا می جنگیدن، اون اوائلی که ارتش سرخ شوروی 250,000 کماندو رو کمونیست فرستاد تو افغانستان که برادران و خواهرای ما رو قلع و کم بکنن، اون موقع اگر داست پیدا میکردن یا تبر یا عصا پرت میکردن به طرف اونها، به هدف میخورد، چون همه صادق بودن. اما وقتی برادران و خواهران افغان ما رو پست و مقام و مال و قدرت به 100 تا گروه شدن و بر علیه همدیگه جنگیدن، خدا اونها رو ولشون کرد. شیخ عبدالله عزام فلسطینی سالهای سال در افغانستان بود، در پیشاور پاکستان شهیدش کردن. کتابی نوشته درباره جهاد افغان، کرامات مجاهدین و نصرت‌های خداوند در جهاد افغان. میگو بعضی موقع قافله مجاهدین میرفتن برای جنگیدن با روس‌ها، قافله بعد از مدتی ناپدید میشد، کسی بر نمیگشت، اخبار منقطع میشد. بعد از 1 ماه 2 ماه میگفت قافله مجاهدین دیگری رو میفرستادن تو یک مسیری، یک دفعه بوی گلاب، بوی عطر، بوی مشک به مشام مجاهدین میرسید. دنبال این بو میرفتن تو صحرا، یک دفعه میرسیدن که یک شهیدی اونجا جسدش روی خاک افتاده. این بو از اون داره تولید میشه. سبحان الله. پرندگان به کمک افغان ها آمدن. خود روس ها میگن که میدیدیم که این افغان ها با سنگ اگه پرت میکردن چه به هدف میخورد. شوخی نیست. 250,000 کماندوی روسی، بیرحم، خونخوار، کمونیست، اعتقاد به هیچی نداره، آمده برای قتل عام و کشتار. وقتی که شکست خوردن میخواستن عقب نشینی بکنن، دوستان افغانیمون تعریف میکردن که پیرمردا و پیرزنها کنار جاده نشسته بودن، جنرال های روسی با 2 تا دست به اونها سلام میدادن و روشون نمیشد تو صورتشون نگاه بکنن، همینجور سیخ جلوشون نگاه میکردن، سلام میدادن. که این ارتشی که دومین ارتش دنیاست اینطوری شکست خوردن. اونجا پیروز شدن چون که با خدا بودن، توکلشون به خدا بود.